آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهوری افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی خانم نغمه. حقایق و دانستنی‌های جالب درباره افسر دوم نغمه چرا زدار موسیقیش به دور است، دلیل دوری نغمه از موسیقی چی بوده است و این خبر تا چه حد حقیقت دارد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند مشهور، چهره پرافتخار و محبوب در میان مردم افغانستان است. بیشتر از 50 سال می شود نغمه به هنر موسیقیش می پردازد. آهنگ‌های بی‌بدیل نغمه تا کنون در دل‌های مردم افغانستان ماندگار بوده است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان تا کنون 2 بار ازدواج کرده است، اما هر 2 بار از همسرانش جدا شده است. نغمه در امریکا با دختران زندگی می کند. تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه به گونه مرموز در کشور امریکا وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حد حقیقت داشته است. آیا با واقعیت نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان وفات کرده است و یا هم خیر؟ ولی دوری نغمه از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشته است. ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای بانو نغمه با جمعی است هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را بالله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.